در روزگاری که ایران زمین زیر سایه فرمانروایی شاهان پهلوان قرار داشت، آسمان و زمین ناظر زاده شدن مردی بودند که تقدیرش از دیگران جدا بود. جهان هنوز از داستان‌های کیومرث، هوشنگ و جمشید می‌گفت، اما سرنوشت در حال نوشتن داستانی تازه بود. در میان سرزمین‌های پهناور زابلستان، در کاخی که مشرف به رود هلمند یا هیرمند بود، زالی میزیست که از دیگر مردمان متفاوت بود. موهای سپیدش از کودکی او را از دیگران متمایز ساخته بود و همین سبب شد که پدرش سام اون رو برای سالها در دل کوهستانها رها کنه. اما دست تقدیر اون رو به سیمرغ رساند و این پرنده اسطوره‌ای زال رو در میان آسمان و زمین پرورش داد تا روزی که اون به دنیا برگرده و جایگاهی والا بیابد. در همان روزهایی که زال به خانه بازگشته بود، سرنوشت او با زنی پیوند داد که نه تنها زیباییش شهره جهان بود، بلکه خون شاهان ایران و کابل در رگ‌هایش جاری بود. رودابه، دختری که در قصر زرین کابل میزیست، دل به زال سپرده بود. اما این عشق به آسانی پذیرفته نشد. شاه ایران منوچهر از این وصلت ناخشنود بود، چرا که باور داشت پیوند این دو آینده‌ای پر از فتنه و دگرگونی خواهد داشت. اما چگونه می‌توانستند در برابر خواست سرنوشت ایستادگی کنند؟ پس از کشمکش‌ها و آزمون‌های فراوان، سرانجام زال و رودابه پیمان زناشویی بستند. اما آنچه که پس از این پیوند رخ داد فراتر از باورها بود. نخستین نشانه غیرعادی در هنگام بارداری رودابه آشکار شد. این زن جوان که قرار بود فرزند پهلوان زال را به دنیا بیاورد، دردهایی را تجربه می‌کرد که هیچ زنی پیش از اون نچشیده بود. شبها کابوس‌هایی از مرد غول‌پیکر می‌دید که در نبردهای بی‌پایان با دیوان درگیر بود. خوابگزاران و ستاره شناسان به کاخ فراخوانده شدند. آنان با هراس به طالع این کودر نگریستند و پیشگویی کردند که این نوزاد بزرگترین پهلوان تاریخ خواهد شد، اما سرنوشت اون با رنج و اندوه در هم تنیده خواهد بود. با گذر زمان رودابه دیگر توان تحمل دردهای طاقت فرسا را نداشت، اما زایش این کودک همچون دیگر زاد و ولدها معمولی نبود. نوزاد آنچنان بزرگ و نیرومند بود که تولدش میتوانست جان مادر را بگیرد. در لحظه‌ای که همه ناامید شده بودند، زال که از سیمرغ آموخته بود که چگونه با نیروی طبیعت همراه بشه، از پر مقدس آن پرنده جادویی کمک گرفت. سیمرغ راه حلی ارائه داد که تا آن زمان در تاریخ ایران بی سابقه بود: نخستین جراحی زایمان. دستور داده شد که پهلوانان و حکیمان جمع شوند. با دستانی لرزان تیغی فولادین بر پهلوی رودابه گذاشته شد و در میان سکوتی سنگین شکمش را شکافتند و آن هنگام که نخستین نور خورشید بر پیکر نوزاد افتاد، فریادی از قدرت و حیات در کاخ پیچید. کودکی پا به جهان گذاشت که هیچ شباهتی به دیگر نوزادان نداشت. تنش همچون فولاد سخت بود، دستانش همان گونه که در خوابها دیده بودند برای گرفتن شمشیر ساخته شده بود و چشمانش از همان لحظه اول همچون پهلوانی که به دشمنانش مینگرد براق و مصمم بود. از همان دم که چشم گشود مشتهایش را گره کرده بود، انگار که برای مبارزه طولانی آماده شده باشد. نام او را رستم گذاشتند، به معنای آنکه استوار ایستاده است. هیچ کس نمی‌دانست که این کودک روزی تمام سرزمین ایران را از دشمنان پاک خواهد کرد. اما آنچه مسلم بود، تقدیر او را از همان ابتدا برای نبردی بی‌پایان آماده ساخته بود. سفر رستم برای نجات کیکاووس و سپاهیانش چیزی فراتر از یک راهپیمایی در بیابان‌های ایران بود. این مسیری بود که نه تنها قدرت بازوان او، بلکه شجاعت، خرد و اراده پولادینش را به آزمون می‌کشید. 7 خان، 7 مرحله مرگبار، 7 دشمن که هر یک کافی بودند تا هر پهلوانی را از پا در بیاورند. اما رستم نه یک جنگجوی معمولی، بلکه تقدیرش با مبارزه و پیروزی گره خورده بود. خان اول، نبرد با شیر شرزه، آغاز سفر خونی. رستم سوار بر رخش راهی بیابانی شد که هیچ انسانی از آن سالم عبور نکرده بود. در نخستین شب شیر قران و وحشی که بر دشت‌ها فرمان می‌راند راه را بر اون بست. رخش که نه تنها یک اسب بلکه یاری وفادار برای رستم بود، بی آنکه هراسی به دل راه دهد با چشمانی پر از خشم به شیر نگریست. جانور عظیم و جثه که تا آن روز هیچ شکاری از چنگالش نگریخته بود آماده حمله شد. اما رستم خسته از راه، بی اعتنا به خطر، سر بر زین اسب گذاشته بود و خوابیده بود.
رخش خود وارد میدان شد. با یک ضربه مرگبار شیر را به زمین کوبید و کارش را تمام کرد. هنگامی که رستم صبحگاهان بیدار شد و پیکر خونالود شیر را دید، فهمید که راهی که در پیش دارد راهی است که هر قدمش با مرگ همراه خواهد بود. خان دوم، عبور از بیابان بی آب و علف، نبرد با مرگ خاموش. بیابانی که پیش روی رستم گسترده بود، نه دیو داشت، نه هیولا، نه دشمنی که بتوان شمشیر بر او کشید. اما این بی‌رحم‌ترین دشمنی بود که یک پهلوان میتوانست با آن روبرو بشه. آتش و تشنگی، خورشید سوزان، شنهای داغ و بادی که لبهای هر مسافری را به ترک میانداخت، تنها نشانه‌های زندگی در آن سرزمین بودند. رستم پس از روزها و شبهایی که آب در آن یافت نمیشد، احساس کرد که حتی او با تمام نیرویی که داشت در برابر این آزمون ناتوانه. رخش نیز از پا افتاده بود، اما ناگهان در اوج ناامیدی چشمهایش بر خطی از سبزی و سایه افتاد. چشمه‌ای زلال در دوردست می درخشید. رستم بی آنکه بداند آیا این سرابی است یا حقیقت، اسب را به پیش راند. هنگامی که دستانش را در آب فرو کرد و جرعه‌ای نوشید، دانست که این تنها یک شانس ساده نبود، بلکه تقدیر هنوز اون را برای نبردهای بزرگتر زنده نگه داشته است. خان سوم، مبارزه با اژدها، هیولایی که حتی تاریکی از او می‌ترسید. هنوز زمان زیادی از رهایی او از بیابان نگذشته بود که در مسیر سایه‌ای عظیم که حتی ماه را نیز پوشانده بود حرکت کرد. اژدهایی که زهرآبش زمین را می‌سوزاند در بیابان حکم فرما بود. سالها بود که هیچ انسانی از این مسیر باز نگشته بود و این جانور پادشاه مطلق تاریکی‌هایش بود. رستم شمشیر از غلاف کشید، اما چیزی که اون نمی‌دانست این بود که اژدها تنها در تاریکی دیده می‌شد. هر بار که پهلوان به دوردست نگاه می‌کرد، چیزی جز سیاهی نمی‌یافت. اما رخش که یار همیشگی اون بود، سم بر زمین می‌کوبید و شیهه می‌کشید. بارها این اتفاق تکرار شد. رستم چیزی نمی‌دید، اما رخش بیقرار بود، تا آنکه ناگهان وقتی ماه پنهان شد، اژدها با دهانی که شراره‌های آتش از آن بیرون می‌جهید به او حمله کرد. رخش که جان خود را در خطر می‌دید، یال رستم را به دندان گرفت تا او را بیدار کنه. پهلوان با یک حرکت تیغ خود را به پهلوی اژدها فرو برد، اما هیولا چنان زره‌ای از فلس‌های سخت داشت که هیچ تیغی بر اون کارگر نبود. در نهایت تنها راه چیره شدن بر این جانور ضربه‌ای بود که در لحظه‌ای مناسب به چشمانش اصابت کرد. رخش با شجاعتی که کمتر در میان اسبان یافت میشد، هیولا را به سوی پرتگاهی کشاند و رستم با ضربه‌ای سهمگین شمشیر خود را در چشمان اژدها فرو برد. فریادی که از هیولا برخاست تا فرسنگ‌ها شنیده شد. او دیگر فرمانروای این بیابان نبود. خان چهارم، نبرد با جادوگر، چهره‌ای زیبا اما با قلبی سیاه. گاهی خطرناکترین دشمنان آنان نیستند که شمشیر در دست دارند، بلکه کسانی اند که با زبان شیرینشان فریب می‌دهند. رستم که از نبردهای سخت خود جان سالم به در برده بود، در مسیرش به زنی زیبا برخورد که خود را سرگشته و بی‌پناه نشان می‌داد. او با چشمانی پر از اشک از پهلوان درخواست کرد که او را همراه خود ببرد. اما آنچه که رستم نمی‌دانست این بود که این زن جادوگری از دیوان بود، کسی که چهره خود را تغییر داده و در انتظار فرصتی برای نابودی او نشسته بود. در نیمه‌های شب، هنگامی که پهلوان برای لحظه‌ای آسوده شد، جادوگر صورت حقیقیش را نمایان ساخت. ناگهان دستانش به چنگال‌های دراز و سیاه بدل شد، چشمانش از زردی درخشید و زهر در زبانش جاری شد. اما در آن لحظه رستم که از سالها نبرد هوشیاری فراتر از دیگران داشت، با اولین نشانه خنجرش را کشید و پیش از آنکه زن بتواند نفرین خود را ادا کند، جان او را گرفت. طلسم شکسته شد، شب از تاریکیش کاسته شد و جاده‌ای که پیش روی اون بود بار دیگر نمایان گشت. اما خانهای سخت‌تر هنوز در پیش رو بودند. دیو سپید، دشمن اصلی، هنوز در انتظار. خان پنجم، نبرد با اولاد، دیوی که به زانو در اومد. پس از شکست دادن جادوگر و رهایی از تاریکی، رستم راه خود را ادامه داد. اما در میانه مسیر چهره‌ای بر او آشکار شد که نه از دیوان بود و نه از آدمیان.
اولاد فرمانروای بیابانهای دوردست، نیمه انسان و نیمه دیوی که خود را خدای سرزمینهای بی صاحب میشناخت. چشمان اولاد همچون آتش میسوخت و قدرتش در آن نهفته بود که هیچ کس تا اون روز نتوانسته بود او را شکست دهد. وقتی که نگاهش به رستم افتاد، لبخندی پر از غرور زد و گفت: تاکنون کسی جرأت نکرده است که به این سرزمین قدم بگذارد. تو کیستی که چنان بیباکانه راهت را به سوی مرگ باز می‌کنی؟ اما رستم که همیشه شمشیرش پاسخگوی چنین سخنانی بود، بی هیچ درنگی به سوی او تاخت. نیزه سنگین اولاد با قدرتی که میتوانست کوهی را جابجا کند به سوی پهلوان پرتاب شد. اما رستم همچون بادی که از میان شکاف کوهستان میگذرد به کناری جست. رخت چابکتر از هر اسبی که در جهان بود به جلو تاخت و رستم با تمام قدرت کمند خود را بر گردن اولاد انداخت. اولاد که هرگز شکست را تجربه نکرده بود با یک حرکت به زمین افتاد. رستم شمشیر خود را بر گلوی او گذاشت و گفت: اگر می‌خواهی زنده بمانی، مرا به دیو سپید راهنمایی کن. اولاد که دیگر امیدی به پیروزی نداشت راه را نشون داد. اما این تنها پایان این خوان نبود، چرا که سرزمین دیوان جایی نبود که بتوان به سادگی از آن گذر کرد. خوان ششم، نبرد با ارژنگ دیو، دروازه‌ای به دنیای تاریکی. اولاد که جانش را از مرگ نجات داده بود، رستم را به سوی کوهی هدایت کرد که از دیرباز خانه دیوان بود. قلعه‌ای که بر قله آن ساخته شده بود، دروازه ورودی به دژی بود که دیو سپید فرمانروای دیوان در آن حکم می‌راند. اما در این مسیر نخستین صد بر سر راه ارژنگ دیو نگهبان دروازه دژ دیوان ایستاده بود. قدرت اون در حاله‌ای سیاهی بود که اطرافش را فرا گرفته بود و چشمانش همچون دو گوی آتشین در تاریکی می‌درخشید. وقتی که رستم همراه با اولاد به دروازه دژ نزدیک شد، ارژنگ دیو با غرشی که کوه‌ها را به لرزه درآورد فریاد زد: چه کسی جرأت کرده که به خانه دیوان وارد بشه؟ اما پاسخ ضربه سهمگین گرز رستم بود. ارژنگ دیو با تمام قدرتش سلاح خود را کشید، اما پهلوان ایران چابکتر از اون بود که فرصت جنگی طولانی رو به اون بده. با یک حرکت رستم کمند خود را به گردنش انداخت و با قدرتی که حتی دیوان را نیز به وحشت میانداخت او را از قلعه به پایین پرتاب کرد. بدن عظیم‌الجثه ارژنگ دیو به صخره‌ها کوبیده شد و قلعه‌ای که زمانی غیر قابل نفوذ به نظر می‌رسید اکنون در دستان رستم قرار داشت. اما نبرد واقعی هنوز آغاز نشده بود، زیرا آنکه در دل تاریکی ها حکومت می کرد هنوز در انتظار او بود. خوان هفتم، نبرد با دیو سپید، رویارویی با دشمن ماورایی. رستم پس از عبور از 6 خوان مرگبار سرانجام به جایی رسید که حتی قهرمانان پیش از او نیز از آن عبور نکرده بودند. قلب تاریکی، جایی که دیو سپید دشمن نهایی در انتظارش بود. این دیو چیزی فراتر از یک هیولا بود. او نه تنها جسمی عظیم و قدرتی شکست ناپذیر داشت، بلکه جادویی در وجودش نهفته بود که به اون اجازه میداد تا دشمنان خود را در خواب فرو برد. بسیاری از پهلوانان ایرانی پیش از رسیدن به او در خوابی عمیق فرو رفته بودند و دیگر هرگز بیدار نشدند. اما رستم که میدانست تنها راه پیروزی مقابله مستقیم با این موجوده، پنهانی وارد قلعه دیو سپید شد و آنگاه که دیو سپید با آن قامت ترسناک از سایه ها بیرون اومد، نبردی آغاز شد که هیچ کس تا آن روز مشابهش رو ندیده بود. رستم با ضرباتی که زمین رو به لرزه در می آورد به سوی دیو تاخت، اما هر ضربه همچون قطره‌ای بر صخره سنگی بی اثر بود، تا آنکه در لحظه‌ای سرنوشت ساز رستم دریافت که دیو سپید هرچند قدرتی بی پایان دارد اما نقطه ضعفی نیز در وجودش نهفته است: چشمانش. بدون چشمانش اون دیگر قادر به دیدن و استفاده از قدرتش نخواهد بود و درست در همان لحظه هنگامی که دیو سپید برای وارد کردن ضربه‌ای مهلک دست خود را بالا برد، رستم با خنجری که از فولاد آتش خورده ساخته شده بود به چشمان او حمله کرد. فریاد دیو سپید از دژ تا کوهستان‌ها پیچید و موجودی که زمانی فرمانروای دیوان بود در برابر آخرین پهلوان ایران زانو زد. رستم با تمام نیرویی که در خود داشت او را از پای درآورد و با بیرون کشیدن قلبش طلسم تاریکی را شکست. همان لحظه چشمان کیکاووس و سپاهیان ایران که در بند بودند از خواب جادویی بیدار شدند. رستم که تنها و بدون سپاه به نبردی رفته بود که هیچ کس در آن زنده نمانده بود،
پیروز شد. اما آیا این پایان سفر اون بود یا آغاز سرنوشت پهلوانی که برای همیشه در قلب تاریخ ایران باقی خواهد ماند؟ پس از این پیروزی دشمنان ایران دانستند که پهلوانی ظهور کرده که هیچ نیروی انسانی یا ماورایی نمیتوانه اون رو شکست بده. اما آیا این پیروزی ها برای همیشه پایدار خواهد ماند؟ آیا رستم میتوانست از سرنوشتی که برایش مقدر شده بود بگریزد؟ این تنها آغاز حماسه‌ای بود که تا ابد در دل مردمان ایران جاودانه ماند. سپاس از اینکه تا آخر این ویدیو همراه من بودید. با توجه به اینکه داستان رستم فوق‌العاده طولانی هست، ترجیح دادم برای اینکه خسته نشین اونو توی 2 تا قسمت براتون درست کنم. پس اگر از قسمت اول لذت بردین، حتما نظراتتون رو توی کامنت ها برای من بگید و دکمه سابسکرایب رو فراموش نکنید، چون هر چقدر که خانواده‌مون بزرگتر میشه به من قوت قلب میده. تا افسانه‌ای دیگر، بدرود.